سلام، امروز در خدمتتون هستم با یه خورشت ماست سنتی، یکی از غذاهای مخصوص اصفهانه. مواد لازم: گوشت گردن 400 گرم، ولی بهتره از گوشت بز تازه استفاده کنید. شکر 2 لیوان، ماست 1 کیلو و 300 گرم، پیاز 1 عدد، گلاب 2 قاشق غذاخوری به همراه 2 قاشق غذاخوری زعفران، نمک خیلی کم، زرشک، خلال بادام، خلال پسته و گردو برای تزیین به میزان لازم. من گوشت گردن رو گذاشتم با پیاز و نمک و آب کاملا پخت به حدی که به راحتی از استخون جدا میشه. این گوشت رو بذارید یکم سرد بشه، بعد کاملا تمام چربی و پوسته و استخونش رو جدا کنید و ریش کنید. بعد ریش کردم، همه رگا و ریشه و استخون و چربیاشو جدا کردم. الان میریزم توی ظرف. از ظرفی که میخواید استفاده کنید حتما یا پیرکس باشه یا استیل. از ظرفای دیگه سعی کنید استفاده نکنید، چون تو ظرف پیرکس و استیل بهتر جواب میده. من نصف موادم رو از قبل آماده کردم، نصفش آماده کردم کنار گذاشتم. الان نشونتون میدم که چطوری آماده کردم. گوشتتون رو بریزید تو ظرف و با یه گوشتکوب که بهتره چوبی باشه، اما من نداشتم، دارم از این گوشتکوب استفاده میکنم. شروع کنید به له کردن به این صورت، یعنی نکوبید، فقط بکشید و به صورت دورانی گاهی هم بزنید. ما میخوایم گوشتمون ریش بشه، کشدار بشه، ولی از همدیگه باز نشه، یعنی ریز نشه. و به مرور ماستتون رو اضافه کنید و به همون حالت اینجا هم بزنید. اینقدر گوشت رو با ماست با هم دیگه میکوبین، فقط به روش کشیدن روی گوشت تا گوشتمون کاملا تو ماستمون محو بشه. خب من کامل کوبیدم، ببینید تا به این حالت کشدار برسه. باقی موادم رو اضافه میکنم. خوب دقت کنید. اینجا شکر رو اضافه میکنیم. میتونید از قبل شکرتون رو به ماست اضافه کنید و حدود 2 ساعت کنار بذارید. دوباره با گوشتکوب همش میزنیم. این کار رو ادامه میدیم تا شکرمون داخل موادمون آب بشه. اینجا میایم به موادمون زعفرون غلیظ رو اضافه میکنیم.
به قدری زعفرون اضافه کنید که رنگ دلخواهتون به دست بیاد. اینم از خورشت ماستمون من توی کاسه کشیدم و با زرشک، گردو، خلال بادام و خلال پسته تزیین کردم. شما میتونید حتی مغز گردو رو تو موادتون هم بریزید.